پیدا کردم اصل جنس. اصل جنس اینجاست. برام بخون. بارک بلنده ابرو کمنده کفامتی یا همتون صدای ایشونو شنیدید ولی نمیدونید که اهل کجاست. اسم چی هست؟ اسمت هم نمیدونید. بهنام بلوچ‌زهی. صدات هم گرفته زیاد میخونی نه؟ بهنام بلوچ‌زهی بارک بلنده رو کلا تو کل ایران ترند کرد. اهل کجا هست؟ اهل چانسی؟ جدی؟ نمیدونستی بچه چانسه. بهنام خودشو با دوچرخه به ما رسونده بود تا بتونیم صداش بشیم برای بیشتر دیده شدن و حمایت شدن. خیلی خوب شد دیدمش. اومدیم بهنام اینجا که زنونه است اصلا اینا رو خوشت میاد؟ بهنام تقاضایی رو از ما داشت که براش برآورده کردیم. از اونجایی که پدر بهنام یک کارگر ساده هست نیاز به حمایت تک تک ما داره تا بتونه از هنرش برای کسب درآمد استفاده کنه و رنگ و روی تازه‌ای به زندگی خودش و خانواده‌اش بده. میاد این سمت بیاد چانف صداتو گوش بده، خودت با هزینه خودت برای خودت چیز بخری دیگه. خب این هدیه امروزت بود که من دیدمت تو چانف. انشالله دیگه بیان مردم پیشت براشون با صدای قشنگت بخونی، با درآمدی که خودت کسب کنی از هنرت برای خودت چیز بخری. درد عاشقیم درد ای خدا روزگار چقدر. پس لطفاً توی سفرهاتون به سیستان و بلوچستان چانف، بهنام بلوچ‌زهی و صدای زیباش رو فراموش نکنید.